سلام بچه ها، خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کلش آف کلنز. بریم سراغ ویدیو. خب اول مانه ها رو میزنیم که جم به دست بیاریم. اینا رو میزنیم نورش داریم. و راستی امروز هم آخرین روز چکشکاری فشردی همون هم پادگان سیاهمون هم ارتقای رفته بل بعدی که واسمون گالم سنگی داره. نه بخشید گالم یخی بریم یه اتک بزنیم دیگه. 4 ستاره. خب اول زلزله ها رو اینجا میندازیم. بعد اسکول رعد و برق تموم شد. اشکال نداره. حالا از این ور شروع میکنیم. کین رو میذاریم. بالون ها رو میندازیم. دراگون ها رو بسیشون رو ابیلیتی کین رو میزنیم برای باز شدن راه کین. مثل برگرها از کپی اطراف استفاده میکنیم. حالا مثل آخری حالا میتونید اولش هست. اینجا ابیلیتی وارده میزنیم. حالا ابیلیتی کین این ستاره میشه 100% البته نه 3 ستاره نمیشه. البته ازش نمیشه. همین 2 ستاره. بریم یه اتک دیگه. اینو دیگه میشه زد. اینجا اسفل زلزله دیگه. اینجا اسفل زلزله دوباره اینجا رو میکنم فرنو هم این فرنو میزنم نهارت میکنیم. بذارید هم میکنم اینو میزنیم. حالا از اینجا کین اینو میندازیم همون طرف بالون ها الکتر دراگون و وارده ابیلیتی کین اینو میزنیم. حالا اسکول خرد ابیلیتی وارده برگرده خواهد برای تسلیت استفاده میکنیم. کلیک کنیم. اینگه یه 100% من سیدی شد که 3 نشد میکنیم بدا نه 3 نشد. البته این دفاعی ها نده و 3 نشد. نشد یه از این خوبی باریم. این که ندید. اینم نه. اینم نه خوده سخت. این میتونم یه ستاره حداقل میتونم ازش بگیرم. یه اسپل زلزله اینجا، یه اسپل زلزله اینجا، یه دونه اینجا اسپل رد و برق میزنیم. اینجا یه دونه رفت همین اینجا. نه نبودن. کین کوینمون از اینجا میذاریم. کین
فعال میکنیم قدرتش رو برای تخریب دیوار. بالون ها الکترو دراگون یه بالون ها میذاریم پشتشون یارد همیشه پشتشون به اسکل خشم جلوتر از این جلو کامل پس بکنن بربر هم مستقلی کناره ها. حالا قدرت واردن میزن و البته دیر بود واقعا دیر قدرت واردن ولی خدایی باید ترکیب اون عوض خیلی ترکیب برای پارت باید حتما عوض البته یه ستاره دارم یه ستاره بریم سراغ خطک نه سریع میخوایم سه ستاره اینم نه این وضعیتش خرابه عملا کلا هیچی نداره این راحت میشه سهم کرد حالا من یکیش این راحت بسم الله زد و بر نکن اینجا یکی اینجا بالون ها الکترو دراگون بباره بلشون همه جا همه سری میزن هیچ فایده این نداره چون خیلی بسی ضعیفی من حال 10 ولی با این راحت یه ستاره رو میشه یه ستاره گرفتیم خب اینم از اتکمون حالا بریم یورش رو بزنیم یورش در یه جا دیگر رو بزنیم میتونیم چی برداریم اول بریم مپش رو ببینیم میشه ساده زد ولی میتونیم واسهش یه هیلگه رد و برق برداریم اینا رو کم کنیم یه دونه از اینا یه دونه 2 تا اوبرایدر یه دونه 2 تا دیوار شکن یه دونه ویزار شکمه فایتارم یه دونه بر خب اول دیوار شکنه رو میندازیم هم یه بربر رو میندازیم اسکل رد و بر اینو 2 تا اوبرایدر رو بکنم چقدر عجیبه واقعا جور کشتی هم یه دونه هیل اینجا برای اوبرایدر ها همون اوبرایدر رو سب میکنم تا 3 ستاره فعلا 3 ستاره دعوت راحت میشه نمیشه خیلی راحت گوشم یه دونه به اینم دیگه بزنیم اول همیشه باید دید کنید بعد اتک بزنید دیگه تالا به بالا
بدید، بانه میکنید. ببینید چطوریه.